پس از شکایت گروه 44 نفره جامعه شهروندی بدخشان در نسبت خنک نظری مفتشان دادستانی کل در ارتباط به حادثه های ماه نوامبر سال گذشته اطلاع داده شد که نماینده های این گروه تفتیشاتی دادستانی کل به خاروق آمدند. هرچند نماینده های دادستانی کل گفتند که هیچگاه به پورگی هیئت خاروق را ترک نکرده است و حتما یک نفر کار را در آنجا پیش می برد. امروز نماینده های جامعه شهروندی با مفتشان دادستانی کل در خاروق ملاقات کردند. هیئت گروه 44 نفره مراجعه‌نامه خود را در آخرهای هفته گذشته 15 اپریل در شبکه اجتماعی یوتیوب نشر کرده بودند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت، حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، خوب تفصیلات این حادثه را بگویید که چی شد و آنها در کدام موضوع صحبت کردند و این حادثه ها را تا کجا تحقیق کردند؟ بله مومن، ملاقات امروز آنها بر سر گرفتن تحقیقات اصلا 3 پرونده که تحقیقشون بنابر به دوشنبه رفتن گروه تفتیشاتی یک مدت نامعلوم مانده بود صحبت کردند و هم چند مسئله دیگری مربوط به فعالیت گروه 44 را بررسی کردند. در این ملاقات 3 نفر نماینده گروه 44 از جمله حقوق شناس فراموز ارگاشف نیز اشتراک داشته است. خوجمره پیرمحمد سخنگوی گروه 44 نفره جامعه شهروندی بدخشان روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفت سخن درباره گلبدین زیابکوف، توتیشا امیرشاهی و گلنظر مرادبکوف می رود که در جریان عملیات در دهه تقدیم راشقلعه و 2 دیگر هنگام تظاهرات در میدان اسماعیل سامانی خاروق کشته شدند. و گفت هیئت کمیسیون تفتیشاتی دادستانی کل به نمایندگان گروه 44 وعده دادند که تا انجام پوره پرونده ها در خاروق میمانند. در این ملاقات تاکید شده است که بر اساس قانونگذاری تاجیکستان تحقیقات از لحظه‌ای که وامانده بود ادامه داده می شود و شاهدان و پیوندان فتیده هم پرسیده خواهند شد. مسئله دیگری که در این ملاقات مورد بررسی قرار داده شده است برگزار نمودن نشست مطبوعاتی گروه 44 طریق آنلاینی روز 19 اپریل می باشد که از الکی اعلان این از طرف این گروه پخش شده است. اما یک مسئله دیگر اجازه نماینده گروه 44 برای صحبت در تلویزیون بدخشان بوده است، ولی مقامات تا هنوز پاسخ دقیق در رابطه به این ندادند. نماینده کمیسیون تفتیشاتی دادستانی کل با زنگ‌های ما هم پاسخ ندادند و چند سوالی که مربوط به جریان تفتیشات پرونده ها می باشد به جواب ماندند. بله میرزانبی، نزدیکان فوتیده ها از جمله پیوندان گلبدین زیابکوف چی میگویند؟ آنها به صحبت با مقامات دعوت شدند یا نه؟ ببین مومن، ما با چند تن از پیوندان آنها صحبت کردیم. مثلا مادر گلبدین پیوسته ما عبدالمومن و به رادیو آزادی گفت در رابطه با مرگ فرزندش تفتیشات او را هیچگاه دعوت نکرده است و گفت همراه با مادر توتیشا امیرشاهیف به نزد دادستانی بدخشان رفتند و شکایت کردند که چرا تفتیشات به کندی پیش می رود، هیچ پاسخ دقیق دریافت نکردند. آنها میگویند مقامات تفتیشاتی به جای هر چه تیزتر انجام دادن پرونده ها از طریق تلویزیون بدخشان سخنرانی نموده فرزندانشان را به جنایتکاری و همکاری با گروه‌های جنایی محکوم میکنند و گفت وقتی جسد فرزندش را از گروه برآوردند برای تفتیشات آنها امیدوار بودند که هرچی زودتر انجام می‌یابد و تفتیشات خوب پیش می‌رود، ولی حالا برای چی به کندی پیش می‌رود نمی‌دانند. نماینده‌های گروه 44 میگن همکنون بعد از سر گرفتن تفتیشات آنها امیدوارند که کار تا به آخر انجام خواهد یافت. تشکر.